اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارح. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. از چی چیز میپرسند؟ از خبر بزرگ و مهم که ایشان در آن اختلاف دارند؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. چنین نیست که کافران میپندارند، به زودی میدانند که قیامت چیست، و چنین نیست که کافران میپندارند و باز به زودی میدانند که قیامت چیست. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. آیا زمین را همچون گهواره برای زندگی نساختیم؟ و کوهها را در آن به حیث میخهای قرار ندادیم تا زمین را استوار نگه دارند؟ و شما را جوره جوره آفریدیم و خواب شما را مایه راحت شما قرار دادیم و شب را برای شما لباسی ساختیم که شما را می پوشاند و روز را وسیله معیشت و گزاره روزمره شما گردانیدیم. و بنینا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. و بر بالای سر شما 7 آسمان محکم بنا کردیم و خورشید را در آن چراغ درخشنده قرار دادیم و از ابرهای بارنده آب ریزان فرو باریدیم تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم و باغستانهای دارای درختان غلوی در هم پیچیده را. این یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. واقعا روزی جدا شدن حق از باطل و عدگاه است، روزی که در سور دمیده می شود و همه شما گروه گروه می آیید و آسمان گشوده می شود، سپس دروازه می شود و کوها به حرکت انداخته می شوند و به شکل سرابی در می آیند. این جهنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. براستی که دوزخ کمینگاهی بوده است برای بازگشت سرکشان، در آنجا روزگاران بی نهایت به سر میبرند. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. در آنجا نه هوای مطبوع و سردی را در میابند و نه هم آشامیدنی گوارایی را میچشند، مگر آب جوشان و زرداب را پاداش مناسب. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ایشان واقعا توقع ترس از حساب روز قیامت را نداشتند
و نشانه های ما را به گونه بیشرمانه تکذیب می کردند و ما همه چیزها را حساب و نوشته کردیم. پس بچشید ثمره اعمال خود را که به چیز جز عذاب بر شما نمی افزاییم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. واقعا برای پرهیزگاران پیروزی بزرگ است. باغهایی که دور آن دیوار شده و تاکستان انگورها و دوشیزگان انارپستانی است همسن و سالشان و جامهای لبریز پیاپی و صافی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. نه در آن سخنان بیهوده می شنوند و نه هم دروغی. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. آنها پاداش است از پروردگارت، عطیه حساب شده پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست. همان خداوند رحمان است. هیچ کسی استحقاق سخن گفتن را با او ندارد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. روزی که روح و دیگر فرشتگان در صفها ایستاده می شوند، هیچ کس جز آن که خداوند رحمان به وی اجازه دهد سخن نمی گوید و او نیز حقیقت را می گوید. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. آن روز حق است، پس هر کس که بخواهد به سوی پروردگار خود جای بازگشتی را بگیرد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بیگمان شما را از عذابی می‌دهیم که نزدیک شده است. در روزی که انسان آنچه را دستهای او از پیش فرستاده بود می‌بیند و کافر در آن روز می‌گوید ای کاش کف خاکی می‌بودم. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.